گناهانی که باعث تعجیل در مرگ می شوند، یعنی عمر انسان رو کوتاه می کنند. امیرالمؤمنین در روایتی اشاره می کنند اعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء. خب یک کسی هم بلند می شود و سوال می کند یا امیرالمؤمنین مگر گناهی هست که عمر را کوتاه می کند؟ امام گفت بله. گفت خب کدوم گناه هست؟ گفت ترک صله رحم. روایت از وجود نازنین امام صادق وارد هست که نعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء و تقرب الاجال. این باعث می شود که مرگها رو نزدیک کند و تخلی الدیار، خانه را بی خانمان می کنند. و هی قطیعة الرحم، یک قطع صله رحم، والعقوق، عقوق پدر و مادر، عقوق والدین، این هم باعث می شود که عمر رو کوتاه می کند. و ترک البر، این هم دست کشیدن از احسان و نیکی.